سلام و خسته نباشید به بینندگان این ویدیو. امیدوارم آموزش که قابل مفهوم باشه نسبت به رگولاتور خازنی شیوه انباش داده باشه. این دستگاه برای تصحیح ضریب توان و کاهش تلفات برق در مراکز صنعتی و نیمه صنعتی استفاده میشه. این دستگاه با نمونه برداری از ولتاژ و جریان و انجام محاسبات لازم میتونه مقدار توان اکتیو و reakتیو رو محاسبه کنه و با وارد یا خارج کردن خازن‌های در اختیار دستگاه ضریب توان رو به مقدار قابل تنظیم برسونه. ویژگی این دستگاه داره 6 پله خازنی و داره خروجی فن، خروجی آلان و نشان دهنده سنسور دما تمپرچر که 27 درجه نشون میده. همچنین جریان، همون سیتی که استفاده میکنیم جریان هم فاز رو به ما نشون میده که اینجا هنوز کنتاکتورهای خازنی و چیزی واسه نیست. دامپر نشون میده، ولتاژ رو نشون میده و پاور فاکتور کوسین اسپید نشون میده. و این دستگاه قابلیت اتومات و دستی، یعنی هم میتونیم به صورت اتومات با خود دستگاه بسپریم که خازن‌ها رو وارد و مدار کنیم، یا به صورت دستی خودمون خازن‌ها رو وارد و مدار کنیم که این بحث تنظیمات دستگاه است که در آموزش‌های بعد ارائه میشه. نحوه سیم کشی این دستگاه ROS در این دستگاه ولتاژ تغذیه دستگاه می باشد که از 300 تا 500 ولت. پس ما برای تغذیه این دستگاه دو تا فاز بعد از یک فیوز استفاده 2 آمپر میگیریم و دو تا ROS رو میاریم به این وصل میکنیم. LT و KT سرهای CT هستن که استفاده کردیم در ورودی تابلو رو میاریم به LT و KT وصل میکنیم. دو تا کام روی این دستگاه وجود داره. این کام ها یکی برای فن آلارمه و یک قسمت دیگه که جداست همون 6 پله خازنی برای کنتاکتورهای خازنیه. میایم و به این کام دو تا کام رو جمپر میکنیم و یک فاز رو به این کام ها میدیم و از خروجیش فاز رو میگیریم برای سر کنتاکتورها. یعنی در صورتی که اینجا فن مثلا بخوایم توضیح بدیم به اون دمایی برسه، کامو دادیم و از فن میگیره و فن روشن میشه و نول ها هم که همه مشترک وصل میشه. و همین کپیتال خازن ها هم همینطوره، کامو وصل کردیم. ما مثلا اتومات گذاشتیم خازن قرار یک وارد شه، ما فاز دادیم، این فرمان میده به رله و رله کنتاکتور یک رو بعد فعال شدن کنتاکتور یک فعال میشه و نول همه کنتاکتورها با هم دیگه جمپر و وصل میشه.